دادستانی شهر خوجند و ولایت سوخت دست کم 5 مسئول شرکت برق تاجیک را در رابطه با قانونشکنی ها بازداشت کرده است. با اطلاع مقامات این افراد برای رویپوش کردن استفاده غیر قانونی نیروی برق و گرفتن حدود 8 میلیون سامانی از ساکنان و صاحبکاران متهم دانسته می شود. در این باره بختیار ناظمزاده دادستانی شهر خوجند در واخوری با ساکنان و فعالان محله های همین شهر در آخر هفته گذشته اطلاع داد. او گفت که چند منصبدار شرکت برق تاجیک در ناحیه سپیتامین شهر استراوشن و خوجند را روز 17 اپریل دستگیر کردند و نسبتشان پرونده جنایتی آغاز گردیده است. نظر و شرح شرکت برق تاجیک و نزدیکان بازداشت شده ها هنوز معلوم نیست. یک مسئول این نهاد به شرط افشا نشدن نامش گفت که حقوق شناسان آن حالت را مورد بررسی قرار دادند. رادیو آزادی درباره شخصیت و وظیفه بازداشت شده ها معلومات دارد، ولی برای خلل نرساندن به تفتیشات از افشای جزئیات بیشتر خودداری میکند. ناظمزاده اینچنین افزود در 3 ماه اول سال روان از جانب دادستانی شهر خوجند حالت استفاده بری برق 2 مرتبه سنجیده شده. از نتیجهش بعد برطرف کردن قانون ویرانکنی ها 64 امر، 3 پیشنهاد و 2 اعتراض آورده شده. 5 نفر به جوابگری انتظامی و 72 نفر به جوابگری مأموری کشیده شدند. در دوام سال 2024 1.5 میلیون سامانه برای برزیاد استفاده کردن برق از سوی بیشتر از 40 مشتری آشکار کرده شد که در نتیجه بی‌مسئولیتی کارمندان اداره برق به وجود آمده است. مصرف برزیاد برق را این نماینده مقامات سنجش کننده در استفاده نادرست و غیر مقصدناک با راه نهانی از سوی بعضی صاحبکاران و ساکنان عنوان کرد و در ادامه این گفت که گروه کاری مانیتورینگ صرف قوه برق حالتهای استفاده بری غیر قانونی ماینینگ فرم ها را آشکار نمود. تنها در یک تهخانه بینای واقع در محله 8 شهر خوجند بیش از 40 عدد تجهیزات را برای کارکرد و استحصال کریپتو اسعار در حالت مجهز گرداننده به قوه برق دریافت و مصادره کردند که از این حساب به این شبکه 39,000 سامانه ضرر رسیده است. مقامات نسبت این حالتها پرونده های مأموری باز نموده آنها را بر ریاست نظارت دولتی انرژتیکی شهر خوجند فرستادند. تفتیشات در این سمت ادامه دارد. این در حالی است که در سراسر کشور گزارش‌ها عاید به استفاده غیرقانونی نیروی برق افزایش یافتند. 1 ماه پیش با اصلاحات وارد شده به کودکس جنایتی برای دزدی نیروی برق از 27,000 سامانه جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. تاجیکستان سالها باز با مشکل تامین نیروی برق روبروست، ولی معلوم نیست تا کجا تعقیب جنایی شهروندان برای برق دزدی برای سبکتر شدن این مشکل مساعدت میکند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.